از نقطه نظر یک انسان، یک شهروند، چنین حکم کردن اصلا خلاف قانون است. یعنی زدن یک نفر و باز هم اونم طرفداری کردن زدن یا که تشویق کردن به زدن یک نفر، این بر پایده های معیار اخلاق ژورنالیستی نه، در پایده های انسانیگری، در پایده های گومانیسم، در یگان معیار اخلاق درست نمیاد. من هم همین رو برای خود ثبت کرده گرفته بودم و حیران شدم که خب اگر یک فیک این سخن رو میگفت، اگر یک نفری میگفت که ما نمیدونستیم که او کی است، شاید اینقدر سخت نمیرسید. برای من ژورنالیست، یک ژورنالیست در دوره دیگر ژورنالیست در شبکه اجتماعی دعوت با کردن که خوب کردن زدن و باید چه ببخشید در دوره همین واژه ژورنالیست من یک سخنی دارم. سعدی مهدی دکان فاکولته روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان در این بابت مثلا در همین مسئله غربتی اظهار داشته بود که نفری اگر دیپلم ژورنالیستی ندارد پس ژورنالیست نیست. سوال من با استاد عزیز نماینده دانشگاه ملی تاجیکستان سعدی مهدی متاسفانه با برنامه ما حاضر شدن نتوانستند ولی نمایندهشان هست. به نظر شما عبدالله غربتی روزنامه‌نگار هست یا نه؟ تشکر. با اون که دیپلم دارد. البته قانون معین میکنه که کی ژورنالیست است کی نیست. سنت‌های قانونگذاری ما هر کسی که برای واسطه اخبار اطلاع جمع می‌آورد پخش میکند. شما عبدالله غربتی رو روزنامه‌نگار نمی‌حسابم. در همین بحث یک مسئله دیگر بود. ژورنالیست باید ملت دوست و وطن دوست باشد. من در همونجا من هم نوشته بودم ژورنالیست وطن ندارد، ملت ندارد، دین ندارد. او حقیقت نگار است. او باید واقعیت نگار باشد. و ما هم کوشش میکنیم ژورنالیستان را چنین آماده کنیم. اما وقتی که در واسطه های اخبار عامه به کار بروند، واسطه های اخبار عامه مبلغ گذاران دارن، مثلا حامیان دارن و آنها از روی سفارش های آنها فعالیت میکنن. در این بحث من اشتراک کرده بودم و سعدی مهدی سوالی جوابی را داده بودم که سعدی من فیلولوگ هستم، تو زبانشناس هستی، تو صدری فاکولته ژورنالیستیکا هستی و من زیاده از 30 سال است نان ژورنالیستی میخورم. یعنی شما گفتید که سعدی مهدی نیست دیپلم روزنامه‌نگاری نداره؟ نه، زبانشناس هست سعدی. چنین حکم کردن اصلا جایز نیست. نزدیکتر گیرید و با من حرف میزنید. عبدالله غربتی اصلا دست پرور هفته‌وار پایک است. از اونجا سر کرد فعالیت را. وقتی که از کلوب ما با دعا دادیم که بر رسانه‌های خبری من این مرکز بیاید، یک چیز را من گفتم. ژورنالیستیکا، میدان ژورنالیستیکا جای مردانه است، جای زن‌های مردانه است. اگر تو نظران تحقیر نکنند، از در بیرون نکنند، چی ژورنالیستی تو؟ اگر اینها در ژورنالیستیکا نباشند، پس ژورنالیستیکا میتواند که پیرزن 90 ساله هم ژورنالیست شود. درست تشکر می‌کنم. در میدان عسکر است، سرباز است. باید تواند هم خود را محافظت کند. یک لحظه. نفرانی را که نیاز به محافظت دارد، چی ژورنالیستیکا از مثل کامپیوتر در یک کجی شیشته چیزی نویسی و در کجای چاپ. یک سوال من با خورشید عطاالله یک سوال دارم. تماشاگران عزیز، سردبیر نشریه فرش مهمون ما است. با خورشید عطاالله تیمی خیلی جوان همیشه فعالیت میکنند از حساب دانشجویان کشور. آنها دیپلم ندارند. شما آنها رو روزنامه‌نگار می‌حسابید یا نه؟ هنوز دیپلم ندارند. هنوز این یک موضوع بحث سخت در فیسبوک بود. من فکر نوشتم یک بار دیگر تکرار میکنم که با وجودی آن که رستم گلوف اگر اینجا باشد خوب دریا دارد این بحث، من گفته بودم که با وجودی آن که تو بسیار خوب می‌نویسی، بسیار خوب سرعت می‌گیری، بسیار تحقیقات خوب می‌گذرانی، تو باید دانی که سرعتگیری بهترین در تاریخ ژورنالیستیکا آدمپور بود. تحقیقاتگر اولین در مسئله ژورنالیستیکا عاطفه لطیفی بود. وقتی که تاریخ ژورنالیستیکا نمیدونی، وقتی که تو نمیدونی که پامفلت افلیتون چی فرق دارد، تو باید این آموزی. بعد ظفر عبداللهیف به این بحث همراه شد و به این خلاصه رسیدیم که یک کورس کوتاه آموزشی کفایه است تا
این مسئله حل شود برای ژورنالیست. یعنی به نظر شما اونایی که دیپلم روزنامه‌نگاری ندارن اصلا حتما باید کورس کوتاهی اقلا ژورنالیستی گیرن و اون نفرایی که با من کار میکنند و مدتی مدید ما با مسئله تربیه اینا مشغولیم، کورس خیلی کوتاه مدت همگی 6 ماه میگذرند، ولی ببینید که در دوام 6 ماه اونها به جای میرسن. و یک بار میخوام دیگر با بحث همراه نشوم، میخوام فکرم بگم. من به این روزی نیستم که در مسئله بحث‌های بین روزنامه‌نگار و جنگ‌های بین اونها گویا از جانب ژورنالیستان به درجه اونها خود را هر یک علیحده خود را قهرمان می‌استومند که دیگر کسی نمی‌تواند که چاره بگیرد. من برای شما مثال می‌گیرم. به نزدیکی در هفته‌نامه امروز نیوز یک مواد چاپ شد. نامش نمی‌دونم وای رجب بود یا چی بود. بله. تحقیر نوبتی رجب بود. و رجب یادم هست و در آنجا اشاره بر آن بود که رجب میرزا از منصبدار سابق کشور محمد روزی اسکندر که یک زمان در پشت پنجره است محبسی است پشتیبانی کرده است را من خواندم. و در پهلوی من دو نفر هم گلنورا هم نرگس عضو ریاست میدیا آلیانس تاجیکستان هستند. این مسئله در میدیا آلیانس تاجیکستان که راهبرش را منیم اولاموف مؤسس هفته‌نامه امروز نیوز که این مواد را چاپ کرده است مورد بررسی قرار گرفت و یک دلانه منیم اولاموف به استعفا رفت و به جای او سابق دیرکتور اینترنیوز و باز در همان مواد یک نمیدونم حتی کدام اندازه این رو برای شما شرح میدم درباره زیبایی مردی محبسی یعنی درباره نمود ظاهری اون گویا که رجب میرزا گفته باشد که خنده زیبا دارد ظاهری زیبا دارد و مؤلف درج کرده است که مگر مرد میتواند با طبیعت مردیش یک مرد دیگر رو وصفش کند. این یک اشاره خیلی دغلانه است و شخصیت انسان. ولی میگذاریم به دیگر موضوع عبدالله غربتی طرفمون عبدالله غربتی رو بیا بحث میکنیم. عبدالله غربتی با وجود پرخوش و با وجود انتقاد همکسبانش دستگیری رو نیز کرد چون که همکاران عبدالله غربتی بعد از عبدالله غربتی رفتند و گزارش نیمکاره تهیه کرده عبدالله غربتی رو تهیه کردند و آمدند. یعنی این از همراهی. آفرین. سوال ها ببخشید یک دقیقه سوال ها از فیسبوک آماده میشن چون ما گفتیم که مستقیم نشر میشویم. نورانگیز همکس به ما این سوال ها رو آماده کرده است. توجه میکنیم به نورانگیز. مرحمت. از تغییرات ما در شبکه‌های اجتماعی به اشتراکچیان امروزه تاکشو چنین سوال پیشنهاد کرده شد. کدام از ژورنالیستان امروزه را وجدان رسانه‌های تاجیکی گفتن می‌تواند؟ بیاید ما اینجا به ارزش داوری نگذاریم. شخصیت‌ها را در مابین موضوع مطرح نکنیم. این موضوعی است که خودیم اودیتوریا باید آها می‌دیم. قضیه عبدالله غربتی که یک حال اگر سوالی دیگری مشخص نباشه من از سر این موضوع سوالی هست نورانگیز؟ خب قضیه عبدالله بیشتر بله مرحبا حالا تا طرف میزنید دیگه شد. خب ببینید من در ابتدا گفتم که در جامعه که آزادی سخن نیست ارزش‌های اخلاقی بسیار میتونن که دغلانه ویران شوند. قضیه عبدالله غربتی پیش از آن که جنبه اخلاقی ژورنالیستی داشته باشد این نبودی همان آزادی بیان است. عبدالله غربتی را برای فعالیت کسبیش لطوکوب کردن. خود ایشان شاید همینجا باشه و این گواهی میدهد. اکثر همکسبای ما همون شب روز نوشته بودن که حمله به عبدالله غربتی این حمله آشکارا به آزادی سخن اندکی که در تاجیکستان مانده است هست. قضیه عبدالله غربتی دو پهلو دارد. یکی مشکل آزادی سخن و مشکل ژورنالیستان، دیگری با جان عبدالله افتادنی استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی و متاسفانه جامعه ژورنالیستی. ببینید ما در جامعه جنگلی زندگی نمی‌کنیم که زدن یک انسان نه از آن که ژورنالیست است توجیه کنیم. اصلا آدمایی که درباره اخلاق درباره ارزش‌های بلند انسانی صحبت می‌کنند در جامعه سالم زدن راه حل نیست. جامعه سالم بحث، مکالمه، گفتگو، همدیگر پذیری آباد می‌کنند. همراهی نیست. همراهی کسبی این است موضوع بوده این که مثلا یک کس زدن و ما او را دلپر کنیم که تو مرد هستی با یک زدن. بله یک شد و فراموش نباید کرد که 5 اپریل سال جاری سال 2020 به طور ناگهانی در آن شب و روزی که پاندمیای کووید با وحشتش تمام دنیا را فرا گرفته بود رادیو آزادی یک مطلب
پر از ماجرا رو نشر کرد که پیامدش فقط ماجرا بود و ماجرا. و یادتون باشد اگر رادیوی آزادی گفت که در شمال مملکت یک مرد 50 ساله با نشانه‌های با کووید 19 مانند فوتی بحث عبدالله ختم کنیم. یک دقیقه من سخن رو به انجام برسونم. مرد 50 ساله فوتی گفته شد ولی هیچ اشاره به بیماری کرونا ویروس گرفتار شدن آن مرد از جانب روزنامه‌نگاران رادیوی آزادی نبود. و بازم رادیوی آزادی نوشت که بعد از فوت این مرد تمام پرسنل خدمتی را، تمام طبیبان آن بیمارخانه را به کرانتین فرستادند. بعد از این باران لعنت و تحقیر و تحقیر بر سر کارمندان رادیوی آزادی فرو ریخت. حتی در شهر در زیرنوشت آن مطالب گفتند که رادیوی آزادی با دفترش و با همه همکارانش باید آتش زده شود. و متاسفانه نمایندگان رادیوی آزادی را ما دعوت کردیم نآمدند. به هر صورت من از متخصصان میخواهم بپرسم که آیا در چنین فضا فعالیت کردن برای روزنامه‌نگار آسان است؟ آرزو من بازم میخوام که من چقدر گپ زدم که شما من امکان میدید. محمد طبق مقررات میبینم که زیاد بیان میکنن. خب ببینید مسئله عبدالله غربتی یک چیز دیگر هم وای کرد، مشخص کرد اینکه بعضی از همکسبای ما با اینکه میخواستند حکومت دستگیری کنند خودشان در حالت نوار ماند. خب یعنی به گونه مناسبت شد که گویا در همین سویقست گویم یا لطفگو گویم گویا که مقامات حکومت دست دارد و باید از عبدالله غربتی نکرد که این موقع شد. به همین خاطر ما اون چیزایی که دیدیم بسیار چیزایی بد بودم. مثلا من با سعدی مهدی هم سه صحبت سخت داشتم که یک دیکن حق ندارد که چونی موقع دیگه. مثلا با عبدالخادی هم ما این چیزا در میان داشتم. عبدالله بسیار یک بچه جوان، من باری دیگر میگم و با تمام این چیز که از بعضی ژورنالیستایی که مثلا بسیار رای میکنن از آنها قوی‌تر است. تشکر میگم با شما. 6 اپریل ببخشید 6 اپریل بعد از مطلب رادیوی آزادی درباره مرگ مرد 50 ساله نمایندگان وزارت تندرستی تصمیم گرفتند که یک نشست مطبوعاتی تشکیل کنند با اشتراک روزنامه‌نگاران. خیر اگر ساده کرده بگویم یک بریفینگ کوتاه تشکیل کردند و تمام نوشته‌های رادیوی آزادی را همچون رادیو اعلام کردند. یعنی در این باره میخواهم همین گونه جلوه دادند. کارمندان رادیوی آزادی متاسفانه در استودیوی ما نیستند. من میخوام که راجع به این چیز نقطه نظر شما رو بفرمایید. میتوانیم این بحث چه نکنیم چون نخواستن نآمدن شاید نمیخواهند که این بحث. بله. یعنی دعوت بودن؟ بله دعوتی بودن. شما میخواید که کدام پهلوی همین؟ ما درباره اونهایی که دعوتی بودن بعداً حرف میزنیم. چند نفر دعوتی بودن اونا اومدن. میخواید کدام پهلوی همین موضوع رو ما بحث کنیم؟ یعنی همراهی رو احساس کردن اونها از جانب همکاران یا نه در همان شب و روز. بله اگر استاد شما میخواید صحبت کنید من عضوی ریاست شورای هستم. اگر آرزو اجازه بدید من 8 سال در آزادی دیرکتور بودم، اندازه محیط آزادی را میدونم. اون زمان بله اون زمان کارمندان رادیوی آزادی حق بودند ولی به سر همین حقیقت رو اعتراف کردن یک مسئله مشکلی شد که هیچ نتوانستیم همین حقیقت رو بپذیریم. ببینید اینجا در سر آن می‌رود که وقتی که آزادی تعداد کمی همکاران آنها رو در اون شب و روز دستگیری کردند. وقتی که آزادی یک مطلبی می‌نویسد شما خواهید نخواهید اونها طرفدار زیاد نمی‌یابند. چرا؟ چون که اونها رسانه خارجی هستند. ببینید من کار کردم در میدونم که ما بسیار وقت نمیافتیم ولی یک چیز دیگه هم باید در نظر بگیریم. در نظر باید بگیریم که پرینسیپی رادیو آزادی فرق میکنه. اینجا رجب میرزا هست نمایندهشان. چرا نمایندهشان نیستن؟ نمایندهشان خیلی مقاله رجب میرزا اکریدیتاسیون ندادند. یعنی رجب میرزا فقط مدت همکاری داشت با اونها.
در این مسئله کاملا خورشید یگان دلیل ندارد. شما اطلاعات رو خودتون با آسانی دسترس میکنید هنگامی ترتیب دادن این یا آن مطلب. با آسانی دسترس میکنید مواد رو. اطلاعات رو در مثلا کرونا ویروس مثلا. من خدا رو شکر همه وقت اطلاعات دسترس میکنم. با اطلاعاتی که دسترس میکنید با موادهایی که به دست میارید با آسانی شما میگید که خدا خواهد با آسانی دسترس میکنم این اطلاعات رو شما میتونید با همکارای خود تقسیم کنید. اگر یک دو نفر از ژورنالیستان جوان با شما مراجعت کند شما این اطلاعات رو با همکاران خود میدید. آرزو یک چیز دانستگیه ژورنالیست هر ژورنالیست مهارت خودش داره. من خدا را شکر مهارت خودم دارم. یعنی سوال این بود شما اطلاعات خود با دستاورداتون رو با دیگر روزنامه‌نگاران قسمت میکنید. آرزو هیچ مشکل نداره. آرزو بیاد در مسئله یعنی همراهی وابسته به همون مطلب آزادی صحبت کنیم. اما مسئله آزادی ده من ببخشید نموندم من گپ زنم آخه من گپم نوجا مونده. من مشخص که خود بیان حضور این است که من گفتم رجب گفتم خیلی نماینده گپ زنه ولی رجب نمیخواد گپ زنه درباره آزادی. بیا درباره رجب حرف نمیزنید مقصد خود بیان چون آگاه کی اینجا ما پیداش نمیخوام. نه آگاه هستید از آزادی که شما برای همین هیچ آگاهی ندارم. اگر موضوع آگاهی باشه شما گپ نمی‌کنید. آزادی اسپسیفیک خودش دارد. مطلبی که می‌نویسد باید یک مطلب نویسد که از جانب جامعه او یا پذیرفته شود یا یک سنساسیون بیارد داخل. ولی من هیچ اینا به نظر نمیاد. ولی من جانبداری آن نیستم که مثلا آزادی رو نمیپذیرم به خاطر اون که رسانه دولتی نیست یا غیر دولتی است. ما میدونیم که مثلا در دو لاگر فعالیت میکنن روزنامه‌نگاران ما دولتی و غیر دولتی ولی در اصل رسالت یک است. نه مزارم میخوام صحبت گپ من با اندیشش خیلی چیز هستم گپ در مورد پراگماتیزم میرود. ژورنالیست اصلا باید مطلب نویسد که با واقعیت نزدیک باشد. اون بحثی که در با واقعیت نزدیک نه عین واقعیت باید نزدیک نه در شرایط ما اخلا نزدیک باشد ما خیلی بکنیم چی هست. الان اون چیزی که زرینم بود اینجا سانسوری بحثی که بله سری بحثی که سری آزادی شد اون جامعه بروز خودش جامعه قبول کردن. من گمان نمیکنم که این یک چیزی خصوص تحریزی شده زیدی آزادی باشه این گونه نبود. مردم چون در حراس بودن اصلا همین چیزا قبول کردن نمیتونستن. یعنی من سوال دارم پیشنهاد مطلب من اندیشه میکنم که گو اردو من با تمام احترام به جامعه ژورنالیستی تاجیکستان من میگم که نه تنها امروز ژورنالیست‌ها حفظ کردن در کل بعضا جامعه هم از ژورنالیست‌ها حفظ کردن ضرور است مهم است. برای چی ما برای جامعه کار میکنیم؟ جامعه رو از روزنامه‌نگاران باید حفظ کنند. یعنی به نظر شما روزنامه‌نگار دشمن جامعه است؟ نه همه روزنامه‌نگار بعضی نه ما حرف بزنیم در مورد که جامعه از مثلا کدام نماینده حفظ حقوق که مثلا قانون را بیان کرده سیمول کنیم جامعه امکانی بله جامعه امکانی انتخاب دارد. جامعه میتواند مطلب من رو نخواند یا از رجب رو بخواند یا از رجب رو نخواند از احمد ابراهیم رو بخواند. من میفهم که بله شد سخن بدیم مرحمت شد در مسئله همراهی وابسته به همین مطلب آزادی این واقعا بسیار مطلب پرواکنی شد. شورای وسطای اخبار عامه تاجیکستان که مدیریت همین معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی تاجیکستان را تنظیم میکند یعنی یک نهادی مسئول است. خوشبختانه ما 2-3 سال است که عضویت ریاست همین شورا را داریم. اینجا رئیس هم هست. ما در همون شب روز یک مراجعتنامه با جامعه روزنامه‌نگاری تاجیکستان از نام ریاست نشر کردیم و گفتیم که بسیار لحظه‌های حساس است. تمام قشرهای جامعه نیاز به همکاری دارند تا از همین مشکل مراجعتنامه با کی ارشاد و جامعه روزنامه‌نگاری گفتیم که بودن همین مشکل امکان نمیدهد که ما قانون معیارهای اخلاق ما صرف نظر کنیم و با همدیگر با بدترین شیوه مناسبت کنیم. گفتیم که خویشتندارانه بسیار خونسردانه رعایت کنیم معیارهای اخلاقی را چون که یگانه چیزی که در این شب روز مشکل میتواند که سالمی جامعه ما را نگاه دارد همین قانونمداری و رعایت اخلاق است. درست. یک نوع تا اندازه شورای واسطه اخباری عامه
و همون اصول همراهی پابند ماند و رسالت خودش تا اندازه اجرا کرد. سپاس. من از یعقوب سعید میخوام بپرسم که چگونه دسترسی دارید شما به اطلاعات؟ ما در مسئله دسترسی اطلاعات گفتیم، شما گفتید که با آسانی دسترس میکنید خود رو شکر اطلاعات را و من میخوام که با تجربه خود شما دیگران رو نیز آشنا کنید. یعقوب مرحمت بگویید که چگونه شما اطلاعات رو دسترس میکنید؟ بسیار تشکر. هرچند که من اکریدیتاسیا از نام رادیوی آزادی دارم ولی مستقیم در این رادیو کار نمیکنم، بلکه در یک از لایه‌های این رادیو کار میکنم و متناسباً صلاحیتی از نام رادیوی آزادی گپ زدن ندارم. ولی خود همین مطلب آزادی در مورد فوت مردی 50 ساله در اصلا در موضوع کرونا ویروس بله جامعه را آگاه کرد، هشدار داد که احتیاط کنید، در کوچه بی نقاب نگردید. یعنی جامعه را هشدار داد در عوض اینکه همکسبا باید پشتیبانی میکردن، سنگ اندازی کردن. من همین چیزا میفهمم. دسترسی اطلاع برای رادیوی آزادی امروز بسیار مشکل است. هر منصبداری که شخصا خود شما چگونه دسترس میکنید اطلاعات رو؟ متاسفانه مستقیم به جمع‌آوری اطلاع مشغول نیستم، بلکه به ترجمه مشغول هستم، ولی میبینم که همکسبا چگونه مشقت میکشن در دسترس کردن اطلاع. جامعه صحبت نمیکنند، یک نوعی مثلا مخالف یا که فرض کردیم که بدخواهی کشور اعلام کردن رادیو آزادی، در حالی که خدمت‌های رادیو آزادی خیلی زیاد است. اولی شده اطلاع میرساند، دیگر رسانه‌ها با تکیه به آزادی مطلب تهیه میکنن، بازنشر میکنن، صحیفه‌های گازیته‌شون رو پر میکنن، ولی تا کنون قبول ندارن. این سوال تشکر. و حالا توجه میکنیم به سوال‌های فیسبوک. نورانگیز همکاسبی ما سوال‌ها رو آماده کرده است. مرحبا نورانگیز. سوال نوبتی چنین است: با فکر شما نبودن همراهی میان ژورنالیستان به چه آورده میرساند و این برای رسانه‌های دولتی و غیر دولتی چه عاقبت‌ها دارد؟ من فکر میکنم که نبودن همراهی و به آبرو شوی ژورنالیستیک عملا مزاحم پیش از همه با آبرو شدن همون ژورنالیستی که در مورد همکسب خود یک مواد می‌نویسد. این چیزی که ما امروز دیدیم بار اول نیست، البته چند مرتبه است همکسبان ما نسبت همدیگر همین خیلی بی‌حرمتی می‌کنند. این بار اول نیست که همکسبان ما نسبت همدیگر چنین موادهای تحقیرآمیز فهم می‌کنند. من نوابسته از آن که نسبت این همکسبان جوانتر هم باشم همیشه احترامانه در پیامک‌های مخصوص می‌نویسم که لطفاً همین مسئله‌ها رو در روبرو یا که در علاویدگی مهم نیست برای خواننده ما دانستن آن که خط رجب چقدر است یا این که میبخشید یعنی که این تحقیر به واسطه همکسب خود است، فهمیدن به سطح خیلی پست است. ولی هر یک قصه ای که اینجا گفته شد باز یک پیش قصه دیگری دارد. این پیش قصه ها رو نیز ما باید به نوبت بگیریم. و مهیا نازیما و منقد روزنامه‌نگار و نماینده نو رپورتر همین روز دوستان عزیز همین روز یک مطلب را در نو رپورتر نشر کرد که در موضوع خیلی مهم تهیه شده است که این هم باشد کرونا ویروس و هر اون چیزی که با کرونا ویروس علاقمندی دارد خیلی مهم است. یعنی بعد اون تغییر و علاوه هایی که به قانون های جاری وارد کرده شد وضعیت چگونه است این رو شما در مطلب مهیا نازیما و میتونید پیدا کنید بخونید. مهیا یک سوال دیگر با شما چگونه در همین شب و روز بعد وارد کردن تغییرات به قانون های جاری مواد رو دسترس میکنید؟ از کدام سرچشمه ها و کافی است چی نمیرسد؟ متاسفانه مثال حتی تا این زمان هم شاید من نسبت بعضی همکسبان خیلی خوشطوری نباشم یا اینکه کردان نباشم، لیکن از همین نقطه نظر دسترسی کردن از ساختارهای دولتی در زمانی قبل هم بود، حالا هم هست، خیلی مشکل است و بعد این وارد کردن تغییر ولایت‌ها چند مشکل شده است. برای همین با قبلی که وقتی که شما در این یا آن ساختار اینسایدر دارید یا اینکه نفری که با شما باور میکند و مطمئن است که شما یک اخباری صحیح نشر خواهید کرد میتواند با شما هم صحبت کند. چندی که مثلا من از دانشگاه اسلامی میخواستم یک اینترویو گیرم، آنها با مدت 2 هفته برای 3 سال آید به تحمل پذیری دینی مثلا همین چیز را مورد بررسی خود قرار دادم. یعنی طول کشید؟ بله طول کشید. سوال به جواب مونده سوال دادن شما از یک از گذاشتم به دیگر جا نبودن همراهی بین ژورنالیستان و قوت با آن آورده رسانه که همراهی میشود، چون که به همراهی بین ژورنالیستان ژورنالیست که وجود داشته نمیتواند
تشکر با شما. یک چیز دیگر در مسئله دسترسی اطلاعات من یک چیز دیگر میگویم. با من خبر دادند که زمانی دلیری ممالی ها در رادیوی وطن فعالیت میکنند. زمانی که در نشریه امروز نیوز کار میکرد مکتوبی رو مرتب ساخت برای پیشنهاد کردن و حکومت ناحیه شاه منصور شهری دوشنبه و دلیر بعدم با رداکسیا برگشت و گفت که رجب میرزا صدر راه شد و نگذاشت که این مکتوب تو با شخص لازمه رسد. باید درست است؟ حتما دروغ است. این بچه نام دارد منوچهر مقصودов. موضوع بود موضوع آب. شما چرا مانع ایجاد کردید برای من؟ ایجاد نکردم. برعکس اونا اگر گفت سری همون من نمیدونم البته این سوال از کجا برای چی پیدا شد ولی گفت سری میرفت که کدام یک مطلبی چاپ وای کرده بودن پخش کرده بودن یک زوریش درباره بی‌آبی و یعنی اینجا منوچهر مقصود بود دلیری ممالی من درباره منوچهر میرفت منوچهر مقصود بود یا بابام رو از من یکی من فراموش کردم 11 سال گذشت. خب فقط همین بود که ما را دعوت کردن به حکومت شهری دوشنبه برای با یکی از معاونا صحبت کردیم. خب گفتم که انا این از دوشنبه واد کانال معلوماتم ندادم دعوت کردن. رجب میرزا سوال مشخص شما مانع ایجاد کردید یا نه؟ این مانع تمام زوریش رفته بود تمام. ولی ببینید آرزوم واقعا راست میگم در اینجا شما موضوع بسیار مخلوط میکنه. سوال مشخص بود درباره همراهی کسبی مخلوط نیست اینجا مهیا درباره دسترسی اطلاعات حرف زدم معلوم خاطر گفتم اینجا سوال مشخص بود. من راست دیگه بسیار انتظار داشتم 8 سپتامبر روز جهانی همراهی کسبی که یک نشست صورت میگیرد. عادتا روزهای کسبی ما تقسیم شده است به سازمان‌های گوناگون از جمله سال‌های قبل خورشید به فکرم اینا مت میکردن میدیانه است. رجب میرزا من فکر میکنم که همون جوابی شما کفایه است. گفتید نه کفایه. نماینده رادیوی شما میخواهید که من عموما گپ نزنم یا مشخص حرف بزنید. مشخص حرف بزنید. خواهش میکنم. سید احسان امروز وابسته به دو حالتی که قبلا گفته شد همراهی ژورنالیستی نباشد چی میشود؟ نیروی ژورنالیستی که از بین میرود. چون حالا ما نهادها همین طور میگن میان روزنامه‌نگاران خودش همراهی نیست، یعنی خودش هم میانشان اختلاف دارن و خب یک تیمی بزرگ نیست که از او بترسد. حالا میدونم وضع رسانه‌ها چگونه است در کشور مثلا نفوذشان، ولی حداقل روزنامه‌نگاران به نفوذ داشته باشن، مثلا همراه باشن. یکم و دوم وابسته به آزادی گفتن درست است. باید اعتراف کنیم که مطلب‌های رادیوی آزادی فرق کننده است، در سطح بالا است، ولی باید بدانیم که قدرت مالیوی آزادی فرق دارد از دیگر رسانه‌ها و همین باعث میشه که مطلب‌هاشون خوبتر است. تشکر میگوییم و میگذاریم با مسئله‌های خیلی مهمتر. وقتی که گوناگون‌اندیشی و نظرهای الترناتیوی در مدیا تاجیکستان از بین رفت بعد قبول شدن تغییر ایلاوه‌ها با قانون‌های جاری، این رو همه شما میدونید. وقتی که چنین شد روزنامه‌نگاران تاجیک هم